برای بسته‌بندی راوتر با پاور بانک ها و سیستم توا، سیستم وایرلس با پاور بانک، ما خواهیم در این مورد براتون توضیح بدم که یک پاور بانک چگونه با راوتر و تاوی بالا وصل بکنیم. پاور بانک داریم، یک نوعی از پاور بانک به نام اسکی 20 است که دو پورت مخصوص نتورک داره. پورت لن هست و پورت پی وی. پورت لن یا لوکال ایریا نتورک که هست با یک کیبل خردی یا شارت کیبل که از پورت لن وصل میکنیم با راوتر وصل میشه. نه پورت وان راوتر وصلش میکنیم، نزدیک جای چارجر هست. این وصل میشه و کیبل تاوا که هست، کیبل تاوا را با پورت پی وی وصل میکنیم. یک پورت مخصوصی پی وی داره، با او وصل میکنیم. بعد از او یک چیزی خیلی مهمه که داره به نام ولتاژ سلکتور داره که 9 ولت و 12 ولت داره. به خاطر راوترهای تندا و تیپی لینک ولتاژ سلکتور ما باید 9 ولت باشه، به طرف دست چپ باشه. و برای مایکروتیک راوتر و راوترهایی که ولتاژ بالا داره باز به اونا 12 ولت استفاده میگیریم. ولتاژ سلکتور ما همیشه وقت 9 می باشه. کیبل اوتپوت وصل میکنیم در اینجا و اینجا در جای چارجر راوتر وصل میکنیم. جای چارجر راوتر که وصلش میکنیم اینجا روشن میکنیم. روشن میشه. زمانی که روشن شد کیبل تاوا موصل باشه در پورت پی وی دیگه اینترنت وصل میشه، دیگه چیز کار نداره. یک نوعی از راوتر دیگه که داریم راوترهای سفید یا پاور بانک های سفید یا پاور بانک مارسیوا میگیره. این هم 20 میجسید است. این دو پورت مخصوص داره، هر پورتش جدا ولتاژ داره. ولتاژ 9 ولت و 12 ولت داره. اوتپوت دی سی 9 ولت و 12 ولت. این در این پورت سیاهی که 9 ولت برق میته در این وصل میکنیم و این پورت یا بیش 12 ولت برق داره. این چیزی هم دو پورت مخصوص نتورک داره که این در پورت لنش وصل میکنیم. پورت LAN لن در اینجا وصل میکنیم و پاورش میگیریم که روشن شوه. این که روشن میشه اینترنت وصل میشه اگر کیبل تاوا در اینجا وصل باشه. یک خصوصیت عجیب و غریبی از این پاور بانک هست که اگر در این برق استفاده گرفته نشه، یعنی چیزی وصل نباشه، این اتوماتیک بعد از چند ثانیه خاموش میشه سر به خود. یعنی چیزی که وصل میشه در این بعد از چند ثانیه خاموش میشه، چیزی که وصل نباشه در این خاموش میشه. اگر وصل میکنه دوباره دیدی که خاموش است باز پاور بتنش میگیری. اینا میایم به کنفیگریشن راوتر، چگونه بتونیم یک راوتر کنفیگ کنیم.